یا علی گفتیم و عشق آغاز شد. آغاز حرکت به سمت قله تشگر بام هرمزگان با ارتفاع 3267 متر از مبدأ روستای زاکین، طبیعت بسیار زیبای زاکین. با ما همراه باشید. قله تشگر با ارتفاع 3267 متر. اگر جز کوهنوردی حتما به اینجا بیا، این قله رو صعود بکن. اگر طبیعت گردی حتما به اینجا بیا و از طبیعت بکر اینجا استفاده بکن. هر ساله کوهنوردان زیادی از سراسر ایران به اینجا سفر میکنن تا به قله تشگر هرمزگان صعود بکنن و یک صعودی دیگر در استان هرمزگان رو به کارنامه کوهنوردی خودشون اضافه بکنن. ابتدای گردنه گرددوک باید بریم به سمت قله تا کمپ بعدی. حدوداً 3 تا 4 ساعت راه داریم. بعد اونجا یک استراحت کوتاه داریم و میریم به سمت قله تشگر. استان هرمزگان به عنوان یکی از استانهایی که کوهنوردان برای صعود به بلندترین قله اون به این استان سفر میکنن و به قله تشگر میان تا اینکه قله 3267 متری تشگر رو هم فتح بکنن و بتونن بعد از فتح یا صعود 31 قله گواهی سیمرغ رو دریافت بکنن. 31 قله، 31 استان و دریافت گواهینامه سیمرغ برای کوهنوردانی که علاقه به کوه دارن. و یکی از قله های ایران قله تشگر هرمزگانه که در 95 کیلومتری شمال شهر بندرعباس قرار داره و کوهنوردان عزیز میتونن به اینجا سفر بکنن. طبیعت بسیار زیبایی داره. در تابستون هوای بسیار خنک و در زمستون هم هوای بسیار سردی رو داره. حتما در فصل سرد لباس گرم بپوشن و از خودشون مراقبت بکنن. هفت ساعت کوهنوردی در دل طبیعت تا قله تشگر بام هرمزگان. اینجا مسیرش کلن طبیعت بکر و دست نخورده است. حتما به اینجا سفر بکنید. طبیعت بسیار زیبا داره. یا علی بعضی از جاها واقعا صعب العبوره و سخت که باید حتما دست به سنگ بشی و این مسیر رو صعود بکنی. خیلی باید مراقب باشی که خدا اینا کرده سقوط نکنی. باید بسیار مراقب بود. یا علی یا علی. خب اینجا کسانی که شاید یه جوری ناوارد باشن یا نابلد باشن باید به اینجا این مسیرها رو انتخاب نکنن، هم مسیرهای راحت‌تری صعود بکنن. من چون قبلا این مسیر رو اومدم و از این مسیر دارم صعود میکنم، ولی سعی کنید حتما از مسیرهایی که حالا طولانی تر هست و راحت تر هست حتما به قله
صعود بکنید. خب با ما همراه باشید. دوستان عزیز، مسیر صعود به قله تشکر رو با هم اومدیم، رسیدیم به اینجا به امید خدا به اتفاق همنوردان چای خوب درجه 1 دم کردیم. انشالله چای رو میخوریم و حرکت میکنیم به سمت قله. امیدوارم که تو برنامه‌های بعدی ما شما رو هم ببینیم. طبیعتگردای عزیز، کوهنوردان عزیز، واقعا قله به این زیبایی، طبیعت به این قشنگی، اونم در دسترس در استان هرمزگان. حیفه که شما تو خونه بشینید و به این مناطق سفر نکنید. اینجا این هوای خنک، این طبیعت زیبا، این چای آتشی و این همنوردان عزیزی که هم واقعا صفا میده. انشالله حتما اینجا رو جز برنامه‌هاتون باشه.